درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتاری 18. حکومت به دین یا دینداران کاری ندارد، برعکس در موردش کمک میرساند. مثلا در هر رسپوبلیکا در مسکو سویتی عاید به کارهای دین هست که حقوق دینداران را محافظت می کند. رابطه نمایندگان دینهای مسلمانی، نصرانی، یهودی و بودایی را با مملکت‌های خارجه سیاحت آنها را به آن جایها تشکیل می کند، به نشر ادبیات دینی یاری می رساند و هاکذا. پس مسلمانان ما هم چون گرجدانین SSSR همه حقوقها را دارند، همچون شخص دیندار از امتیازات علاوگی استفاده میبرند. اما گناه کسی نیست که دین روز تا روز از زمینه خود بیشتر کنده می شود. مسابقه علم، صنعت، تکنیک و عموما حیات نوبنیاد از یک طرف و دین و خرافات از طرف دیگر دوام دارد، گرچند در این مسابقه طرفها برابر حق وجود داشتن را دارند ولی قوه ها نابرابرند. آخر انصاف کنید، مگر بعد پرواز 10 موشک‌های فلک‌پیما و کشتی‌های کیهان نورد از افسانه دین که آسمان را مثل گنبد پرهیبت چون تغاره خمیر به سر عالم پرو کرده شده تعریف می‌کنند، تأثیر بسیار باقی می‌ماند؟ مگر در پیش معجزه‌ای که مثلا ما دکترها هر روز و هر ساعت به هزاران آدمان نشان می‌دهیم، تومار و تلیسبند و دم و دعای ملای کرسوات تأثیر خود را به تغییر نگاه داشتن می‌تواند؟ هر مسلمانی که در دیار خودم به نزد من می آید دیگر با عقیده مستحکم شده به علم طب می آید و تا به طبابتخانه آمدن بی شبهه شبهای بسیاری به درگاه خداوند با طلب شفا التجا برده بود. پس اعتقاد او به یاری خداوند و دعای ملا به یک بارگی سوست نشده باشد هم اقلاً رخنه پیدا کرده است. ما او را در 2-3 ماه اسب بریم به قوت کرده به حیات معتدل برمیگردانیم. واقعاً او را دیده ملا باز کرامات می کند که خدا شفا داده است. دکتر فقط سبب شده است و بس. انا همین گونه مسابقه قریب نیم عصر این جانب دوام دارد. آخر در بدل 10 سال آدم تغییر نیافتن نمیماند کدو. آدمان ما کتاب و ژورنال میخوانند، تنبلترینشان هم اقلاً رادیو گوش میکنند. میگویند که در مملکت ما 15 میلیون مسلمانان هست. اگر همه این مردم به درجه مردم ترکیه یا عربستان سعودی از دنیا بیخبر میشد، البته شماره حاجی های ما امروز به 24,000 نه بلکه به 40,000 هم میرسید. کسی که امروز در شهر من از مسجد، کلیسا یا سینگوگ به کوچه می براید بر دوام نباشد هم اقلاً چند دقیقه در این زمین و زمانه عجایب که حیات را با سرعت بی‌مثال پیش میراند خود را ناهنجار حس می کند. اگر جای دیگر می شد همه این گپ‌ها را به آن مردک بدقواق روی راست می گفتم. افسوس که راستگویی نه در همه جای عقل نتیجه می آرد. قریبی ساعت 20 به نماز پیشین رفتیم. وقت و ساعت عربستان به خودش خاص است. هرچند که آفتاب به قیام اکنون نزدیک می شود، هرچند که ساعت کشورهای در این خط طول واقع گشته حاضر 13 است، در مکه مکرمه ساعت 20 شده است.
من عهد کردم که چون و چرا نگویم. روایت هست که نیمه روز 10 ماه محرم سال 61 هجری، یعنی روز کشته شدن امام حسین پسر حضرت علی و بیبی فاطمه، گویا 72 ساعت کشال شده باشد. اگر به کسی گوید که های مسلمان، این گپ درست نیست، هیچگاه روز و شب به مناسبت تولد یا وفات کسی دراز و کوتاه نشده است و نمی شود، قانون ایام فقط به نظام حرکت جسمهای کائنات موافق است، همین طور گوید و پندتان را زنید. شما سخنتان را هنوز تمام نکرده می بینید که کیها شما را کافر اعلان کرده سنگسار کرده کشتند. اما سنگسار شده مردن در نقشه و نیت من نیست. بنده نه فقط خودم را باید سلامت به وطن برسانم، بلکه کوشش کنم که همه همسفران نیز صحت سلامت با نام بلندی حاجی به مسجدهای خود برگردند. قاریکه پیش از داخل شدن به کعبه دعای دخول کعبت الله را تکرار کردند. بعد کفش را کشیده به دست گرفتند. همه چنین کردند. قاریکه گفتند دوستان، حاضر انشالله باز یک معجزه الله تعالی را شاهد می شوید. به صحفه آسمان نگرید، چقدر مرغان هوا در سیرند. اینها همه جانورهای تبرکی منزل منور می باشند. ما به آسمان نگریستیم و در حقیقت کبوتر، موسیچه و گنجشکان بسیاری را دیدیم. حالا قدم به آستانه شرف آشیانه حرم و درون می نهم. گفتند باز راه برمان. به شما انشالله خواهید دید که چگونه جانورهای بی زبان از بالای خانه پروردگار خود را به کناره کشیده می گذرند. هیچ جانزاده در بالای کعبه جرأت کرده بال نمی افشاند. این از معجزه های بزرگی صاحبمان است. هیهات، برابر وارد شدن چیزی اولین که در بالای کعبه دیدیم یک جفت کبوتر بود که گستاخانه بال زنان از بالای بینای سیاه پوش کعبه می گذشت. بعد یک سیل گنجشک، سپس باز یک کبوتری تنها از طرف ما به آن سوی پریده گذشت. من روی به دیگر سو تافته خود را به نافهمی انداختم. اسکندر جوره می گفت که آدمی با آداب حتما آن نیست که آش یا مثلا مربا را به دسترخوان نریزانده خورد، بلکه آن است که به دسترخوان آش ریزاندن کسی را بیند و او را خجل نکند. وقتی نماز، هنگامی که مؤذن عباره الله اکبر را به آهنگ کشال سرود ماتم تکرار میکرد، به من لحظه چنین نمود که کیها مردم و در آن دنیا در تکیه دروازه جهنم به نوبت خود منتظر ایستادم. حضرت عزرائیل و منکر و نکیر در تگ دروازه دوزخ در یک کابینتی که جهازش کابینت های استنتاق کنی گستاپو را به یاد می آورد، کدام یک مسلمانی بیچاره را قین می کنند. های نابکار با یک آواز برابر دوغ می زنند. منکر و نکیر، آیا فراموش کردی که در ایام زندگی یعنی 1111 سال مقدم در نماز عصر روز دوشنبه هفته 3 ماه شعبان 2 رکعت نماز 2 رکعت کمتر از فرض و سنت نماز خوانده بودی؟ نه،
درد و بلای سرطان را گیرم، صدقه همان دسته گرز گرانتان شوم، فراموش نکردم. با آواز حیری میگوید مسلمانی بیچاره، لبهای بیخونش را به زور جنبانیده، در حالتی که چشمانی هراسانه‌اش را التجا آمیز به گرز گرانی منکر و نکیر دوخته است. رحم کنید، آن روز یگانه فرزندی دلبندم کسل و در دم مرگ بود. بنابراین نماز حضرت عزرائیل بروتش را می جنباند. منکر و نکیر دو کسه گرز گران را برداشته و در بالای سرشان چرخ زنانیده، انا به تو جزای سزایی. بنابر این محمدانای حرامی گویان به فرق سری مسلمان چنان میزنند که جسمی وی گرد شده و پاش خورده تا به 7 اقلیم پریشان می شود. ملائکه ها ذرچه های پیکری او را در یک آن جمع می آورند. صدای از بالا به گوش می رسد: مسلمان از نو به شکلی پیشتره خود بر می گردد. منکر و نکیر سوال خود را تکرار می کنند، اما آن مردک این دفعه بجای پاسخ توبه ترحم گویان به طرزی که مؤذن کعبة الله می کند این کلمه ها را به ضرب سوستی سرودی ماتماهنگ کشال داده می سراید. از گرمای طاقت فرسا و نفس آدمی بسیاری عرقین مرا غنب برده است. کعبة الله از فرش تا به نوک مناره ها همه از سنگ مرمر است. در این دق هوا حرم به واسطه عیانی روایت های آید به جهنم مبدل می شده است. تقایم می گفت که در کعبة الله سنگ معلق است. به قدرت خدا در میان زمین و آسمان معلق می ایستد. پگاهی حجر الاسود یعنی سنگ مقدس را دیدم که در تاقچه خود از بوسه فراوان حاجیان بالیده با حلاوت می خوابید. پس سنگ معلق در کجا باشد گویان به 4 طرف چشم می دوانیدم. بعضی دیگر می گفتند که سنگ مقدس نه بلکه خودی کعبه معلق می ایستد. اما در هیئت خانه خدا چیزی نبود که این دعوا را تصدیق کند. از اسرافیل پرسیدم. خودم هم ذهن مانده گشتم. گفت او و دیگر چیزی نپرس گفتگی بر این کرده گشت به سوی رادیو داشت. شخص نیم ساعت به عربی وعظ گفت. خودی واعظ را کسی نمی بیند، فقط آوازش با رادیو به صحن حرم و اطراف آن پهن می شود. همسفران پیری ما اگر چند به یگان جمله نطق صرفهم نمی رفتند، بریقت آمده منتظم کله می جنبانیدند و آب دیده می ریختند. بعد مفتی از ترکیه به حج آمده به زبانی خودش معروضه کرد. درباره وظیفه های عالم اسلام گپ میزد و آوازش بس شیردار بود، ولی از منطق نطقش بوی مغار می آمد. او به همان آهنگ سخن می کرد که 42 سال مقدم لشکرکش اسلام انور پادشاه اولها در صحبت جدیدان شهر بخارا، ثانیتر در جمعیت‌های کانترریولیوسی بخارای شرقی معروضه ها می کرد. من این نکته را به اسرافیل گفتم. بعد انور پاشا چی شد؟ پدر و برادران ما از دیدار امیر و پادشاه ها سیر شده بودند. پاشای ناخوانده را نیز پیش کردند، اما اون نرفت و در یک جنگ کشته شد. مفتی ترک تخمین 1 ساعت گپ زد. مولای باشکرد سخن او را خوب می فهمید، اما هر قدر بیشتر شنود چهرهش همان قدر تیره تر می گردید و بیقرارانه
و این سو و آن سو می‌نگریست که این انتهای غیر نوبتی کی به اتمام می‌رسیده باشد. به منزل آمده ورمیشل شوربا تناول کردیم. کاسیر به دست هر کداممان $5 پول داده گفت که در دکان صراف به پول عربستان عوض کرده گیریم. اسرافیل پولی خود را در یک دکان عوض نموده در حال یک تسبیح 100 دانه خرید. من به صراف دیگر پول عوض کردم و او به من 1 ریال زیادتر داد. ما فهمیدیم که قیمت پول هم به انصاف صراف وابسته بوده است. برای همه پولهای عربستان چی کاغذی و چی تنگه عکس درخت خرما و در زمینه آن 2 شمشیر به طور چلیک روی هم گذاشته شده نقش یافته که این تمغه دولت بوده است. در یک دولت خردی ترقی ناکرده اینقدر نشانه های هیبت و صلابت جنگجویانه برای ترسانیدن آدم که 1 شمشیر هم کفایه است. راستیه اگر آدم بزدل نباشد برای پولتان، بیرقتان، در و دیوارتان رسمی 1000 شمشیر را کشید هم اقلاً ابرویش خم نمی خورد. اسرافیل چرا تمغه اینها یک باره 2 شمشیر دارد؟ چرا از من می پرسی؟ از کی پرسم؟ تو ملایی کتاب های دینی را بسیار خوانده ای؟ من به هر حال گراجدانین SSSR هستم. توبه، هیچ کس تو را فقرای پرتغالیا یا اتفاق جنوبی آفریقا نگفته است. تو قریب که همین طور گویی دیواری نمکش بوده ای. اما هفته فهم نه. انا خلاص. در بین رسته ها مدت خاموش قدم میزنیم. سیاره ران های اینجا عجب مردمی بیباکند. در کوچه های تنگ و تاری کجمکج که از خرعرابه ها، ولیسپیدران ها، مشکاب ها، پیاده های کوزه و سبد بر سر بی‌پروا رفت و آکننده پورند. با سرعت کمش 45-50 کیلومتر ساعت پریده می گذرند. گاه سیاره سبکروی دولتمند از پیاله چای یا چیلیمی فوار زنان دود برآورده ایستاده یگان نشأمند در مسافه 1 قدی و گرد پران گذشته می رود. راست که گاه کوزه مشکاب پاره پاره شده همراه آبش بروی پای کیها با صابون را ندیده او می ریزد یا ویلاسیپیدران از ضربه ناگهانی قنات سیاره خود به جانب ویلاسیپیدش به جانب دیگر پریده می رود. ولی شور و غلمغل دائمی رسته و بازار فریاد 1 تن تبتگی سیاره ماندگان را در حال فرو برده برای فاجعه پرده خاموشی می کشد. بعضی حاجیان دولتمند با هر 4 زنی خود آمدند. مرد قاضی بر این سولت کنان پیشا پیش آنها می رود. زن کلانی از بری احرام یا دست شوخر داشته است. زن دوم از یک گوشه چادری زن کلانی، سیومی از پس دومی و 4می از پایانتر قطار. در دوشنبه در قریبی خانه ما پیش ارتلی اینولیدهای نابینا بود. هرگاه که آنها به کوچه برآیند همین طور از دامن و دست یکدیگر داشته قطار شده می گشتند. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 18